Seval. 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 کمی بچه‌تون رو میبرم. تو چیکار میکنی در اینجا؟ من به تو نگفتم که من رو ناراحت نکن. آخر تو چرا گپم رو نمیفهمی؟ اما این خیلی نگو سیوال، این خیلی نگو سیوال. من بسیار تو رو دوست میدارم. انا من برای تو تحفه گرفتم. چه خیلی توفه؟ چه خیلی توفه؟ سپچکای کیلویی؟ توفه از سرت مادر؟ این خیلی نمیشود، این خیلی نمیشود. من برای تو تحفه قیمت بها گرفتم که مناسبت آموزساز شود. تو تحفه رو گرفته در زمین پرتافتی. تو همسر من هستی. چه همسر احمق. ما جدا شدیم، این رو به سر غفلت جای کن. جدا شدیم. من تو رو دو طلاق کردم فهمیدی؟ فراموش مکن، یک طلاق دیگه موندگه. تو همسر من هستی. بکشیده دیگه طلاق نمیکنی، فهمیدی؟ من وقتی لق کردن رو ندارم. چی گفت؟ لق گفت؟ من لق میکردم؟ خدا تو رو سوالیستون کسی بزنه خدا بزنم. دیگر با من رو باو نشم. مسجد هزاران بار شکر خدایا یافتنش آسان بده است. خدا از آن مردی که به من راه را نشان داد راضی باشد. این مردی فریبگر منو فریب داد. این مسجد در اینجا بوده است. میلش جماعت برای انتظار است. بله محترم جماعت، بعضا در باره شخصی دوست داشتمون، شخصی که در جستجویش هستیم، دروغ هم باشد یکم خبرش شنویم چیکارهایی نمیکنیم. عیناً مانند حکایه‌ای که از این دفتر به شما میخوانم، گوش کنید. با مولانا درباره شمس تبریزی یک خبر دروغ آوردن. با آن شخص دروغگو مولانا طلا داد، در حالی که این آدم دروغ گفت. من این طلاها رو با او دادم. اگر او راست میگفت آنگاه من جانم رو میدادم. بله جماعت مسلمین، بعضا انسان برای به دوست داشتنش رسیدن چی کارهایی را انجام نمیدهد در این راه. وقتی او را یافتن او را آغوش گرفته تو رو یافتم گفتن نمیتواند. از همین سبب این دنیا دنیای امتحان است. جماعت گرامی این را فراموش نکنید. دیگر نیام میکشم، میفهمی؟ من گفتم باز میگم که تو همسری من هستی. تا آخری عمر همسری من هستی. یک طلاق دیگر مونده است، طلاق قطع نمیکنم. تو نمیفهمی؟ بسم الله الرحمن با خدا او رو کشتی. احمد جان خوب هستی؟ احمد جان زود طرف تاکسی رو من بیار. دریشم تو تاکسی بیابو. زود گفتم خیر، زود تاکسی رو بیار. تاکسی بیا یاردم که پرداریمش. زود با ببر خونه بریمش. بیا پردار. پرداری تا بکر دادی رسن. سلامت باش. ماشاءالله معلوم است که همه شب را خوب گذرانده است. چی کار میکنیم؟ همین خیلی خاموش میستیم. احمد جان از اونجا نمک رو دهید لطفاً. البته دکترم. مرحمت گیرید. تشکر احمد جان. در نبودن من یکم گپ شد. میلیس جان قلنفو رو با من میدی؟ چیزی با تشکری زیاد. من امروز بسیار در هیجان هستم.
یعنی امروز برایم روز اولی حیات نوام. از همین سبب سمی کاری نوت مبارک باشد پسرم. تشکری زیاد باشیم اما جان، تشکری زیاد. براری کو برا. سلام. او عزیزم خوش اومدی. خوش باشی. چرا آمدنت رو خبر نداری؟ سرپریز کرده نمیتوانم عزیزم. کرده میتوانی عزیزم. کاری خوب شده است. وقتی آمدم به مرکز تشخیصی در اومدم، نتیجه ها بر اومدند. یعنی اش دکتران برای صاحب کودک شدنمون یگان مانع نبودنش را گفتند. جانکم عزیزم. کمی دهانت رو کشو. انا همین خیل. سلام خانم دکتر. مرحمت دامولو. من برای تشخیص اومدم. دامولو اما من دکتری کودکان هستم. درست، شما دکتری کودکانه بودید ها؟ هر انسان از دوران خردیش یک اون بیماری دارد ها؟ ندانم، بیماری گل و غیره ها میگویند که از قدیم بودند. دامولو چگونه بیمار هستید؟ هیچ چیزی نیست خانم، هیچ چیزی نیست دکتر. شما کارتون را دوام دهید. ماشاءالله، افتخارنامه ها را بین. خواهر عزیزم، مگر تو اینقدر باسواد بودی دختر؟ جان من. برای کار. روز بخیر. روز بخیر دامولو. روز بخیر مبارک. احوالتان خوب است؟ شما چی؟ من هم خوبم. با خدا خانم بیتول رو بسیار خوب به بوی رساندید. با آدم یاری میرساند. بسیار خرسند است. قلبی بسیار پاک دارد. دخترم خودش رو انکشاف داد دامولوزیو. من اونقدر یاری هم نکردم. نه این خیلی نگوید. معلوم است که در خیرخواهی به شما رفته است. تشکری زیاد. خدا راضی باشد دامولو. از شما هم. روزتان بخیر. روز شما هم بخیر بود. خواهر مرا یتیم و بی پرستار نگذاشته با وای رساندید کن. من هم شما را تنها نمیگذارم. اکنون آیله من شمایید. تا بازدید خواهرکم. بیا سمی. زورو جون کمی ناراحت میکنم اما اماکی اکرم زنگ زده گفت که با تو به خرید کنی رویم. معلوم امر از بالا. مایلش پس بعد از نصف روزی به جای که خواهی میرویم. مایلش من میبرایم در اونجا وا میخوریم. زورا جون از کجا برآمدین خرید کنیم؟ نمیدونم، بابایم خواست است. ها؟ خوبش من به دامولا زنگ زده میگوید بعد از آمدن سمی او تماما دیگر شده است. باز حالا گپ میزند، جماعت میبیند، اعتبارم پس میشود. آفرین زورا جون. بعد از اویلداریتون او رو همین خیلی پرسپوس کن. زود زود زنگ زن. زنگ نزنم. زنگ زنم. زنگ نزنم. زنگ زنم. زورا جون زنگ میزنی؟ همین حالا زنگ زدن نمیخواهم، وقتی نماز است. ها؟ یکی اگر نمازشو برم. وقتی نماز است مگر؟ خیر زنگ زده از اون میپرسم تو هم همراه ما میروی ای بخری؟ بیایم عجبو. بیا عزیزم آروم میشویم. مایلش میرویم. احتیاط باش. برادر وضعیت امام وقت جانه ایمو بوشه تور
تو چخیل گپ میزنی شوکت؟ هیچ چیز نمیفهمم. چی شد آخر؟ چخیل نمیفهمی؟ مرا به بیمارخانه روان کردی گفتی رو وای روبین کو. با امام یگان چیز رخ داده است؟ نه هیچ چیز نشده است. یعنی حاضر هیچ چیز نشده است. جماعت گفته از بیمارخانه گریخته است. یا توبه، من نمیفهمم. یک امام دولت رو به چنین حال گرفتار کردیم. گناهش در گردن انتهای برادر. من متاسکلای مویکه برام. Asalak dam açtım hozi burum zangıd mizim. استاد وقتی نماز خواندن تلفنت زنگ زند جواب دهی نمازت بریده میشود مگر؟ البته بریده میشود. آن نماز نمیشود اجری. ای جماعت، در وقت نماز تلفن هایتون رو خاموش کنید. آخر نماز میخوانیم یا موسیقی گوش میکنیم. ای بس آخرین خیلی نکنید. خیر. لبای خانم زهرا. دامولازیو انشالله که نمازتان را نبریدم، گرچندی که وقتی نماز را دیده زنگ زده ایستادم. نه نبریدید. رحمت، بسیار حرمت میکنید. ما بعد از نصف روزی با دوستانم به بازار میرویم. این را باید گفتم. سمی با شما میرود؟ بله. من هم میآیم. در کجایید؟ ها مالش. سمی سمی. برای زهرا رو تنها نگذاشتن تشکری زیاد. تو نمی اومدی من با این قدر دختران چیکار میکردم؟ تو چیکار کردنت رو خوب میدانی. خودت رو در اینجا نشان نده احمد. زهرا بین این رو بسنج با تو میزبد. در اصل این کرته با تو میزبد سمی احمق. بله زهرا، از بینمون به تو بسیارتر میزبد. این کرته زیباتر است. آن بسیار کشود نیست مگر؟ به فکرم بسیار کشوده است زهرا جان. امی خیلی نه نمیشود، به من نمیزبد. با فکرم با تو میزبد. تو چی میگویی دامولوزیا؟ با زهرا نمیزبد. با خدا کرته رو زهرا میپوشد. از همین سبب انتخاب او مهم است. گپ ما بیفایده است. امی خیلی نیست امی جان. زیا جان این چه خیلی است؟ به فکرم به تو میزبد. با فکری من دامولوزیا آن رو نمیپوشد و خیر میلش. نه من بیشتر کرته انتخاب میکنم از همین سبب. این در باشد انا اینش را انتخاب میکنیم. سمی جان این کرته ها از مد رفتند. از راستی؟ بله. کرته هایی که در پایانشان خط دارن آنها حاضر در مود هستند. دامولوزیا مکان مود اینجاست. این مودها رو امسال خریداری میکنند. نه جناب، این کرته های سال گذشته هستند. کرته های نومان انا در آن طرف هستند. مرحمت میتوانید بینید. نمیخواهم. یک میسنجیدی. دامولا هم مودنی بود است که سامی هم خوب شرمنده شده. من اکنون به دامولوزیا شک شبهه ندارم. دامولوزیا لبای به من در انتخاب لباس کمک میکنید؟ خانم اینقدر وحیمه نکنید. من تنها مانند دیگران مودها رو پای میبرم. تمام. اینش میزبد. کنی بینیم چی؟
از چی خیل است؟ خیر حاضر چیکار میکنیم؟ اول به کارخانه رفته بعد از اونجا به خونه می رویم. شب پا و یازده به خوراک شام خوری می آید. در اصل باید در کارخانه یک چند کارم رو حل کنم. بگو حال میکنی سمی؟ نمیشود این خیل، بعد مشکل میشود. این خیل میکنیم میلیس، من تو رو به خونه برده بعد به کارخانه رفته کارهایم رو حل میکنم. شب به خونه می آیم دخترها. اینطور باشد من هم با شما به کارخانه روم، هم یک قهوه می نوشم بعد با محله می روم. مرحمت. زهرا این دامولود در حقیقت به سمی رشک دارد. یک لحظه شما رو تنها نمیگذارد. نه عزیزم، برای مردم محله غیبت نکنند گفته چنین میکند. عزیزم بسیار روزی خوب بود، برای همش تشکر. باز هم یک جایم می آیم ها؟ بله، دامولو با او بسیار مخول شد. یک گپ میگویم، در حقیقت دامولو زیو را از دست نده. بسیار شخصی زیبا است. او جنتلمنی حقیقی. هوشیار شو از دست نگیرد. خیر باش عزیزم. تا باشید. خوب بانید. تا باشید. اینها هم مانند سمی از یک ساعت بزار شدن بزار. دامولو شب به خوراک شام خوری می آید. اپام و یزنا می آید. یک بار شناس می شوید. مایلش من کوشش میکنم. اما چی نکنید؟ خانم زهرا من باید زود روم، در محله مرا انتظارم. مایلش تو بازدید، مرحمت شما روید. مایلش دامولو زیادلو؟ یا خدای توبه، این داملوزیان نیست مگر؟ ها او است. این داملوزیان مگر با این سمی احمق چی کار داشته باشد؟ او را به نزد من بیارید. مایل شکر. سمی اینجا بیا. اینجا بیا. تشکر. یا بسم الله. السلام علیکم اکا جان. تو با داملوزیا چیکار داری ها؟ باز از خفا یگان حیله دیگر رستی ها؟ نه اکا جان استغفرالله. داملوزیا دوستی بسیار نزدیک من است. ای تو کی هستی که داملوزیا با تو دوستی میکرده است؟ داملوزیا بسیار قلبی پاک دارد. کدام وقتی که مشکلی هم پیدا شود او دوستیش را از من کنده نمیکند. حالا گپ در کجا بوده است؟ مسئله پول رو چیکار کردی؟ در بین یک چند روز حل میکنم. آفرین آفرین. گوش کن، مانند داملوزیا بسیار دوستی عزیز داشته ای. توبه کن، فهم دو فریب را از برای پول شده یک طرف گذار. کمی آدم شو، میفهمی؟ آدم برکم شو. خانم زهرا، داملوزیا برای ما بسیار یک شخص محترم و عزیز است. هر خطاگیی که با او کردیم و میکنیم خدا ما را میزند. خانم زهرا تو چی سفسطه میگویی ها؟ من گپایم را گفتم که سفسطه میگوید معلوم. این را فهمید بسیار خوب میشود. اکنون و هم باز گفتم آنم که تکلیفم را قبول کرده میتوانید. ای مردکی خوب به تو من چند بار نگویم ها؟ ها؟ خانم سیلین در این باره چی فکر دارد؟ او هم نمیگوید. خانم سیلین، این چقدر تصادفی زیبا. احوالتان چی خیر؟ تشکر زیاد. مرحمت. گوش کورس، اگر اکای کنعان با این دختر دل بندد احوالمون بسیار بد بشود. گفتمانم
بچه چینگیز کم کم با صبرمون جواب میداد. تو چی دم تا گرفته؟ خانم زهرا، تکلیفم را حالا هم قبول کرده میتوانید. فکر کنید. رفتیم اکنون. این دیوانه حالا هم میگوید که تکلیفم را قبول کن. چی شده استودسا؟ زورو جان، اکنون بابا همان شناس شب مخیر در کجاست؟ می آید یزنه، او هم امشب می آید. بیاید، ما را سخت انتظار کرد. گفتگی برین سمی، تبریک میگویم. در کارخانه زهرا به کار شروع کرده ای؟ ها میخیل بسیار مجبور کردند. من انیق برگشتنی بودم، اما که اکرم و زهرا به این کار سبب شدند. اولی جناب کو؟ این چه خیلی گپی سرم؟ به زهرا هم یک شخص با اعتماد لازم بود، همینطور نه؟ رحمت. سردارم زهری تنه چه بخوردگی لوین سردارم شوخیت کردم. آش شود آش شود. تو در اینجا چی میکوبی؟ مهمان آمده است، پس نزنید. به این یگان جای دید شیند. بیا دوستان، بیا بیا. خوش آمدید. تشکر زیاد. خوش آمدی. ای میزنه کم خمی ترسم که اشتیای تو خانم سیلنچ خیل هستی؟ نمک؟ یگان کس از تو کمک خواست؟ قلنفور؟ با فکرم ابخوتت گرمه پوفش کنم. بی عقل. ولی بی عقل نشونه نیتوانی بیست. اونم چند وقت شد پرسیدنی بودم. شخصی که زهرا را از دست مافیا نجات داده بود وای سیاه بود. کو چی بود؟ زاغ سیاه. زاغ سیاه. تمام به سرم نآمد. چی شد؟ او را دستگیر کردید؟ حالا نه جناب، اما در وقتی کوتاه‌ترین دستگیر می‌کنم. اگر آن شخص را یابی به اینجا او را بیار. من به او باید رحمت گویم. نبیرم را نجات داد آخر. به او رحمت گفتنی هستم. خیر نباشد، خوراک ما را خوردیم، مزه دهانمان گشاده شد. پس قهری ها را آشتی می دارانیم. کنی قهری ها به اینجا بیایند، آنها خودشان می دانند. مرا انتظار نکنید، زود بیایید. شما هم نبیرم هم دخترانم می باشید. من 3 دختر دارم، هر سیاتون را دوست می دارم. من می خواهم شما یکدیگر را دوست دارید و احترام کنید. در یک خانه قهری بودن ناممکن است. حالا باشد یکدیگر را آغوش گرفته آشتی شوید.
اما اگر شما آشتی نشوید در دهانتان فراوجا میریزم. فهمون؟ دیگر در این خانه جنگ و قهرگی بودن نمیخواهم. تمام؟ تشکری زیاد. با خدا علمم کرده؟ مایلش نبود. خانم سلین شب نشینی با شما تنگی نکرد؟ حیات چقدر شیرین است. همین خیلی است؟ نه نیست. میگم همین شما در بین مردم زیاد خودکتون تنها حس میکنید. چه خیلی است که می تنهایی رو از من ببرید؟ یعنی تو قرار داده شب تمام نشده همه گپ رو پای هم میگویی؟ نفهمیدم. بازم این رسم این روزای گذشته این رسم از کجا با کجا آمد؟ او یک سرود از کو رفتن دوره ریم و باز آینده روان په اینه نمیخیر است. زاغ شو رسم رو با اینجا آورد. همه شما فکر میگه که این رسم اکرونال پیدا کرد، نه که خطا میکنید. این رسم زاغ شو با اینجا آورد. تو چی میگویی ها؟ جناب شما گپای ما را گوش میکردی؟ این رسم را کی یافت گفتی تو؟ رسم تمام. من یک آدم کسلی بیسوادم. ایدهانم هر خیلی گپ میبره. کم کم پریپات کردارم. کاری که نشده از پیش خودم دروغ گفتن میگیرم. این حاضر دروغ گفتم بخدا. سردارم خسته طبقو بدبد دیگو نکنن. سردارم خاموش لبت خاموش. اونال این پسر چی میگوید؟ جناب از سببی که به سرین ضربه زدن چی گفتنش رو نمیدونم. در اصل ما چی کردیم؟ این رو چی؟ اونال گپ را تاب نده. بله جناب بله. رحمت کلام. امروز 3 چایلیک چای نوشید. بگذار نوشد چی ضرر دارد؟ به فکر من زورا دوملوزیو رو دوست نمیدارد. این از کجا برآمد؟ با آدمی که دوستش نمیداری چرا اولادور میشوی؟ دخترم در این شبی تو چی میگویی؟ خدایا توبه. خانم سیوال آنها مثل لیلی و مجنون هستند. تنها من نمیگویم. تمام محله میگوید که به اون آدمی نقابدار علاقه دوستی داشته است. غیبت حرام است. من فکر نمی کنم که زهرا به دامولازیا خیانت کند. او هم مانند شما زنی به ناموس است. از تو پرسیدی. تو در اینجا چیکار میکنی؟ از اینجا رفت که پلیس رو جیغ میزنم. زود رو. نمیروم. خانم سیوال رو گفت. نشنیدی؟ نشنیدم. التماس شما کردور نشوید. این دفعه عذر میپرسم خانم. از دوری نمیشنیده است. من از نزدیکی میپرسم. کو بیا چی گفتنی؟ بیا. شنیدی؟ گوش که میمون. باز جنگ؟ حاضر پلیس رو جیغ میزنم. اونال تو چقدر توانستی این را از ما پنهان کنی؟
ما گفتیم که دامادمان یادگاری آیله‌مان را یافته آورد و با آغوشش گرفتیم. تو ما را احمق کردی ها؟ حیف باد بر تو. مادامی که رسم مادری رحمتی دخترانم زهرا و حلی را یافته آوردی، من بعد من با افتخار میگویم که تو دامادی من هستی. جناب، در بین یک نافهمی بزرگ است. ما همش را فهمیدیم. متاسفانه کاش که هیچ چیز رو نمیفهمیدیم. زاغسیا مدام که رسم را آورد، پس او بسیار آدم خوب است و هم زهرا را نجات داد. اکنون او نجات دهنده عائله ما می باشد. اونل او را دستگیر نمی کنی، مرا شنیدی؟ بله جناب. خوب، یا اینکه اگر دستگیر کنی هم او را به نزد من میاری. قهرمانی من آخیر، سپر قهرمانم. دیدی سلیم، رسم رو هم او یافته است. به خدا زورا جان بسیار حیران شدم. ای سلیم، دلم تک تک زده ایستاده است. چی کار اینجا مکانی پدرت نیست که هر دفعه اومده مهمان ها رو ناراحت کنی. اپای مبرو یک طرف به کودک نفهمیده است. اینجا بیو. این کارو نکنی. بیسرم عقلم تو نکن. پس اول دست نرسان. زود رو از اینجا برای خودت. گوش کن. تو رو آخران دفعه آگاه میکنم. و این مکان کای وقتی که خواستی اومده نمیتوانی، فهمیدی؟ تو از اینجا برکت رو پراندی. در برکت رو تو کردگی رو چی فهمیده؟ گپ است اونجا؟ از برای تو شده مهمون ها دیگر به اینجا نمی آیند. تو دیگر به اینجا علاقه نداری. بین تو سوال دیگر چیزی نیست. تو میفهمی این رو؟ تو خودت کی هستی ها؟ موشی بیرون هستی اومده موشی دنو را پیش کردنی ها؟ فراموش نکن خانه تو در صغیر خانه است، فهمیدی؟ شخصی که با خواهر من این گپا رو میگوید از به دنیا آمدنش را پشیمان میکنم. زود رو. زود از اینجا رو. نباشد تمام این محله رو جمع کنم. تو رو خلاص کردن مشکل میشود، فهمیدی؟ بس از تکنون این را حملکه نمیبخشی ها؟ بابا من هم نبین رو فهمیدم چیکار کنم. در تعجبم. من چند بار گفتم که از این آدم جدا شو. بین به سرمان چه آمد؟ بابا یک جان یک دقیقه مرا گوش کنید. یک جان با خدا شما خطا فهمیدین. بس وضعیت ما شما نمیفهمونم. دمت را گیر احمق، زود تا بیرون برو. هیچ حیران نشدم. پس کن خاموش نیست. احمق، تو از من چی میخوایی؟ چی میخوایی احمق؟ چی میخوایی؟ صبرم نفسم گرفت به خدا. نفس نگیر احمق، نفس نگیر. احمق نفس که میگیری حیف است، حیف. ای احمق، مگر تو به حیات من یک قصد داری؟ سردارم، من تنها به شما مهربانی میکنم. تو مرا محو کردی. ممکن است روی تو زنم از من جدا شود. آن روزی که تو را شناختم لعنت باد. من سردارم، اینطور باشد من از اینجا میرم. شما رو دیگر ناراحت نمیکنم. استعفا میدم. من با کار اول هم برمیگردم. خسته شدم.
کرد. احمق با من نگر. اگر یک بار دیگر بینم که با خانم بیتول ناحرمتی میکنی با خدا از به دنیا آمدن پشیمان میکنم. فهمیدی احمق؟ تو چه خیلی دامولا هستی ها؟ دامولایی که زبان تو باری رو میفهمد. تمام فهمیدم. با اینجا دیگر نمیگویم. تمام از اینجا نابود شو. مایلش گم شو پیتو. دامولو لبای خانم سیول، اگر خطا هم فهمید به شما یک چیز رو گفتن میخواهم. مرحمت خانم. درباره دوستتون شفقت. بخیر است؟ یگان کار کرد؟ بله، دایم به مکانی ما اومده بسیار نزدیک میشود. به زبانی خوب میفهمونم اما نمیفهمد. بینید خانم سیول، پیشتر هم به شما گفته بودم شوکت بسیار پسر خوب، قلبش پاک است. اما شما اگر ناراحت شده باشید من با او گپ میزنم. تشکر زیاد. اوه شوکت، تو من رو نزد مردم شرمنده میکنی. شبتان خوش. برای همه این نافهمی ها بسیار روزه میپرسم. گپ های فچ و بیمعنی به ما در کار نیست جناب کمیسر اونال. ما فهمیدگی ما رو فهمیدیم. خیر میلش. شبهای خوش بابا جان. غمگین نشوید. دخترم تو غمگین نشو. من هم غمگین نمیشوم. نمیارزد باز بسر این دختر چا میاری اونال ها؟ این گوشا باز چا میشنوند ها؟ هیچگاه من قصدن اویلم رو غمگین نکردم. باز چه خیل غمگین میکنی ها؟ چه قدری که توانستی غمگین کردی باز چه قدر دیگر غمگین میکنی؟ شب خوش عزیزم. شبهای خوش. حال که دهانم از غم خشک شده این آدم من را میکشد. این آدم قاتل من میشود. بابا جان لطفا خودتون رو غمگین نکنید. آدم به ما دروغ گفته است. ما باشیم او را یک قهرمان دانستیم. خیر معلش حقیقتی کار را فهمیدیم اکنون چی کار کنیم بابا جان؟ کار شده از الکی. لطفا کمی آروم شوید. شیم برادر چوی دیونه اش نه نکی. شوکت زود خیز میروی. برادرم من میگم چوی گیزده شده بیا بنوشیم تو میگی خیز رفتیم از اینجا. شوکت با تو گفتم خیز رفتیم. خیز زود باش. اپا ای 20 درم گیرین 80 درم سر میارم. کلاس باشی در دوست زده؟ با تو میگم شوکت دیگر با مغازه شیرینی ها نمیروی. فهمیدی؟ از پشت تو نمیقی احمق با اونجا چسبیده از برادر. فهمیدی؟ چیت میفوره تو دا فرقش چیه؟ میگویم که خواهرم در آنجاست. تمام. نمیخواهم که نمیک با خواهرم یگان ضرر رسانه. ای آخر علاوه بر این از پشت تو آن احمق هر روز مشکلی میکنه. نمیفهمی؟ آخر برادر چرا از سیوال دست نمیکشه؟ دختر تو رو نمیخواهد. نمیفهمی؟ یعنی آن دختر از بالای تو با من شکایت کرد. سیوال شکایت کرد؟ ها سیوال تو رو نمیخواهد. نفهمیدی آخر؟ او کی رو دوست میداره؟ شوکت کسی رو دوست دارد با ما چی؟ من میدونم او کی رو دوست میدارد. از روز اول سیوال به تو چخیل نگاه کرد میدونم. به خدا که کاری تو هم بسیار مشکل است. از یک طرف زورو از یک طرف سیوال آشوا. ای شوکت تو چی گفتمت رو میدونی؟ من زهرا رو دوست میدارم. مگر خبر نداری که سیوال خاله بیتول است؟ تو چه خیلی گپ زده شده یان؟ این کارت عیب است. آخر حیف بود. مایلش برادر من یک بچه بی‌ناموس. حیف بود بر من حیف بود. وقتی که تو دوست داشتی بی‌ناموس نه. وقتی که من دوست داشتم بی‌ناموس ها؟ مایلش برادر خدا نگهبانت باشد. من از اینجا میروم باز تو رو شرمنده نکنم. ای احمق سرستا نگو. برای گوشه استاد یک سوال. هجری سوال نپرس از پایم ویرون غضبم رو از تو میبرارم مدیر. یا خدای توبه. بخشش استاد. اوه هجری اوه چرا تو سرت رو پیش هر کس خم میکنی؟ گمش که دیگه نپر سوالایم یادم. حالا گپ میزنی ها؟ دامولوزیو لبا خانم بیتول چی گپ؟ شما چه خیلی دامولوید من نمیفهمم.
کمی پیش به من یک گپ‌های ناجا گفتید. حقارت کردید. او را در بین محل علت و کوب کردید. حالا باشد که هجری از همه آدمی که قلبش پاک است رنجانده روان کردید. شخصی که یک سوال دارم میگوید شما چه خیل رفتار میکنید؟ این چه خیل اخلاق است؟ گوش کنید. پیامبرمون میفرماید که با دشمنت هم معامله خوب داشته باشید. شما باشید چیکار کرده ایستاده اید؟ مگر این برای شما میزیبد؟ مرا فهمیدید؟ چی گفتی؟ من با کی گپ زده ایستادم؟ شما مرا شنیدید؟ چیزی گفته باشه درست میگوید. حق هستید خانم بتول، درست است. راستش را گویم من در حیاتم مثل شما داملو ندیدم و نشنیدم. به خدا من هم در حیاتم میخیل داملو را ندیدم نشنیدم. گپ زنیش را بینیده؟ من تا حال چنین داملو را ندیدم و نشنیدم. Güzel aşık çevrimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Yemeyenler kalırını açar, gözlerinden kanlar saçar. Bu bir demdir, gelir geçer, duyamazsın demedim mi? Bu bir demdir, gelir geçer, duyamazsın demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Bu bir demdir, gelir geçer, duyamazsın demedim mi? وای وای هجری چی استعداد زیبا داشته ای پسرم. بسیار خوب خوندی این نعت رو. استاد من با شما قهریم، مرا خفه کردید. استغفرالله، تو خفه نشو، ناراحت کردم. استاد من شما رو بسیار ناراحت کردم، حقتون را حلال کنید. هیچ گپ نیست هجری جان، چرا ناراحت شوم؟ وظیفه تو سوال پرسیدن، کار من باشد با سوال ها جواب دادن. همه ما وظیفه داریم اخی. کنی پرس چی پرسیدنی بودی؟ نه استاد من هیچ چیز پرسیدنی نبودم. نه استاد. زیبای کنی پرس سوالت رو؟ نه استاد نه نمیپرسم. پرس بخدا نمیپرسم استاد. مایلش نپرس، رفتیم. استاد مایلش خیر یک سوال میپرسم استاد. استاد همین با زبان روسی گپ زدن مگر گناه است یا اینکه نه؟ کنش نه گناه. زاغ سیاه این زاغ سیاهش کیست؟ من مراق کردم. نه آخر دویم نامش رو میشنویم و کی میشد؟ عاشق زهرا. هم زهرا رو از دست مافیا نجات داد و هم رسمی از مادرش مانده رو یافته آورد. شخصی که عاشق نیست مگر این رو کرده میتواند؟ بس است. تو چی گفتنت را خوب بدان. تو چی گفتنت را میدانی ها؟ فرخ بگو دم شگیرد. تولی این رو تصیح کنم بس که واهیمه کنی را. مگر من واهیمه میکنم ها؟ واهیمه نیست. من یگان چیز نمیگویم. تمامی محله این گپ رو گپ میزند. هیچ کس حالا گپ نزده است. خیر چرا من میشنوم؟ مادامی که میشنوید چرا این رو این کار نمیکنید ها؟
من بازی آیله دار میشوم و شما این را میدانید و دیده دانسته این خیلی میگویید. تا شمال نشود برگ درخت نمی جنبد. من زیا را دوست میدارم. کسانی که این را برداشت کردن نمیتوانند تهمت نکنند. بس است، بس گفتم. در این خانه غوغا و جنجال تماما نمیخواهم. مرا فهمیدید؟ زهرا، هفته دیگر تو باز زیاد توی میکنی. مرا فهمیدی؟ این خیل دوام کند دهان این خیل تهمتشا خاموش نمیستد. میلش بابا جان. با میلش گفتن نمیشد. زیارا فریاد کن، با او گپ دارم. یک لحظه، تو چقدر امشب مرا شرمنده کردی اونال. در نزد همه شرمنده شدم. آخر عزیزم. خب اونال گپ نزن. حقیقت رو با من میگفتی چی میشد؟ از این بدتر میشد مگر؟ عزیزم گوش کن. در حقیقت چه خیلی که تو فکر میکنی این خیل نیست. در آنجا نگذاشت که فهمونم عاقبتم این خیل شد. این زاغ سیاه کیست؟ این زاغ سیاه کیست؟ این زاغ سیاه کلتکلاس. چی؟ کلتکلاس؟ باز کلتکلاس؟ حالا هم همین کلتکلاس ها؟ نمورده است. وای نمورده است. من چی کار کنم؟ گناه من چی؟ اونال به خونه نمیده روی. رف در کارخانت خواب رفت دفت شب. بله. اکرم نجات. بخیر است شوکت. برادر من در حیات تو شخص زیادتی هم. دویم رو میگویی که انا اکنون میروم. تمام از خفای زندگی هم میشوم. تو هم از خفای زندگی شو. شوکت اکرم راست شو سر ویران کردین کی. هی این خیلی سفسطه نگوی. اینجا شین. گوش کن برادرم، و هیچ کجا نمیره میلش، چون که تو برادری من هستی. فهمیدی؟ با من نگاه کن. با من نمیگذارم تو رو با هیچ کجا نمیره میلش. برادر گپ هایی که تو گفتی عزیزونی آدم میزند اوسو میبروید. من هم اونقدر بیناموس نیستم. خیر میلش، عذر میپرسم، اما ما یک دیگرمان رو این خیل گپ های وزنین هم گوییم. در حیات ما این خیل برآمده رفتن نیست. اگر تو رو رنجانده باشم در حقیقت خفه نشو. بسیار روزهای وزنین رو پس سر کرده ایستاده ما خیر. اگر تو هم مرا پرتوفته رفتنی باشه بیرو، با هیچ کجا نمیروی. فهمیدی؟ خفه نشو. تو هم مرا ببخش برادر. مایلش برادر. اینش چیه؟ کنی زود این رو جمع کن. چشمم نبیند عصبم بیرون میشود. حالا که کمیسر اونال نیست رفته احمق اکرم رو دیده بیایم. تو باشی یک چوی گذار اومده می نوشه. میلش؟ دومولو من هم نو شما رو جیغ زدنی بودم. آقای اکرم شما رو انتظار است. بخیر است؟ آخی رسم مادری زهرا رو کمیسر اونال یافته است. گفته بسیار خرسند شده بودیم کو. خیر؟ اون رو کمیسر اونال نیافته است. زاغ سیاه یافته است. یا بلا با سرمون آمد. عجبا با سرمون چی می آمده باشد؟ این آقای اکرم باز حالا نگوید که تو در کار نیستی. زهرا رو با زاغ سیاه آیله دار میکن. مرحمت. شام بخیر. شب بخیر. اینجا گذر دامولا. با تو یک خبری خوش دارم. بله جناب، این خبر خوش چی بوده است؟ آخرین هفته توی میکنیم. دیدم شما سراسی من نیستید. زود قرار توی کردن را گرفتیم. چند هفته شد میگویم که تاریخ توی را گویید. از شما یگان صدایی نیست. این هفته توی داریم. یگان ناراضگی نمیخواهم. تیاری ها را زود سر کنید. بله جناب، چه که میخواهید؟ بله توی میکنیم. یک توی با دبدبه میکنیم.
хунук хурда бемор шаваму аз фотиҳа карда наҷот ёбам гӯӣ агар бемор шудан бисёр фикри хуб нест. дер ба ёзад ҳамаи духтар шавҳар мекунад. ба фикрам дилакат он қадар намекашад. не аллакай вақташ омадааст. пас чаро ғамгине? яъне бо домулу зиё фотиҳа мешавӣ? бо шахсе ки дӯсташ медорӣ ягон мушкиле дорем? ягон мушкиле надорам самиҷон. ғайр аз ин ғамгин ҳам нестам. танҳо аз ҳодисаи дар бегоҳ рух дода нороҳат шудам, ҳамин қадар. агар ин духтар домулу зиёро дӯст надорад, пас чаро қарори оиладоршавиро гирифт? чӣ мақсад дорад? ман нафаҳмидам. салом. биё зиё. аҳа, салом. ҳаво хунук аст. дар ин ҳаво берун намебаромади зӯҳро. дар куҷоед шумо? чанд вақт шуд шуморо мекобам. ҳозир доим бар ба баред. чашм нарасад. чӣ зебо, монанди рӯзҳои пешин. ман ба берун баромада будам. сами ҳам ба берун баромадааст. дар як ҷо ҳастем ку милисҷон. аз ҳамин сабаб дар боғча рӯйбарӯ шудем. аҷоиб аст не? яъне гузаштаро ёд намекунем. чаро нотоб шудӣ зӯҳроҷон? не охир чаро барои инро шарҳ додан худро маҷбур ҳис мекунӣ? зӯҳро туро бозоғи сиё фиреб дорад домуло зиё. ҳоло ту хуб рав. боз чӣ фикр дошта бошад ин рӯбоҳ башара? самиҷон биё ба хона дароем. инҷо бисёр хунук шуд. ҳам арӯсу шаҳи оянда мехоҳанд танҳо монанд. ҳа чаро не? шабҳои хуш. ба фикри ман дар хунакӣ бисёр наистем. шаби хуш. шаби хуш. зеботарин ноҳияи тоҷикистон. абача ноҳияи дар рӯзай охӣ? эрӯтон сиёқати ҳамис канворди сохтагитона кӯ. ин сами аст ку. ҳамин хел бадаш мебинам ки худамро барои сару бинияшро шикастам ба зур медодам. бародар ҳамин гап ҳам мегӯӣ, чӣ кораш намекунӣ? бира би охӣ. берӯ асту берӯ. гапҳояш одамро суроқ карда мегузарад. бигзор ин хел бошад ё худоя ту воҳима наку бародар. охир дар натиҷа ту бо зӯҳро туй мекунӣ. бигзор кардан гира чӣ коре мекунад? ё худоя тавба. хайр бо зӯҳро никоҳ мекунам чӣ мешавад? духтар зоғи сиёҳро дӯст медорад. оббо бародар, зоғи сиёҳ ту ҳасти охир. боз ҳамин хел мегӯӣ? ҳа, он зоғи сиёҳ манам, аммо духтар инро намедонад. инро бинед, ин гаштаву баргашта боз мавзӯъро тоб дода ба ин масъала бармегардад. зоғи сиёҳ ту ҳастӣ. шавкат, духтар маро дӯст намедорад. вақти даст ба даст шудам он ягон чиз ҳис намекунад охир. биё моне. як коре карда ӯро аз зоғи сиёҳ дур карданамон лозим. рафта бо дасти худам ба ӯ ошиқ кардам духтарро. бародар, ба ту як маслиҳати бародарона медиҳам. ба назди духтар рафта мегӯӣ майне миз домула сиёҳ. I love you, Zuhro. تو هم دمت رو گیر. زبان انگلیسی رو مانند کودکان میدانی، باز مرا مسخره کرده ایستاده ای. خوب شد که آمدید. من هم شما را بسیار دیدن میخواستم. رسم مادرم را شما یافته بودید. بسیار منت دارم. رحمتی کلام. خانم زهرا، من اینجا برای رفتنم را خبر دادن آمدم. نفهمیدم. از اینجا ها می روم. با کجا می روید؟ چرا می روید؟ گوش کنید. با کجا می روید؟ نروید لطفاً. تا آنی که شما را در اطرافم می بینم خودم را در بی‌خطری حس می کنم. خانم زهرا، با فکر من شما با نزدیکی نگاه نشوید. وضعیت رو وزین‌تر نکنید. یک دقیقه ما این قرار رو 9 ساعت پیش دادیم. شما از کجا می دانید که من توی می شوم؟ احمق نافهم. از کجا دانستن من شرط نیست. در نتیجه شما را فتح کردم. رز توی می شوید. خودتان گفتید. اما وضعیت خیلی که شما می دانید این خیلی نیست. لطفاً خانم زهرا، وضعیت رو هم برای خودتون و هم برای من مشکل تر نکنید. من با فتح شده دیگر کس این خیل با خوردنی ها را زیبانده نمی دانم. مرا از زندگیتون بیرون کنید. دیگر من به اینجا نمی آیم. با داملا زیا آیله دار شوید. او بسیار آدمی خوب است. او را دوست دارید.
و دوستداری ارزنده است. ایست نرم زاغ سیاه نرم ایست نرم خواهش میکنم. مرا تنها نگذار، همش رو به تو میفهمونم.